بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز موضوع من همراه شما درباره گپ مردم و رهایی از این زندان داخلی ما می باشد. از اینکه گپ مردم اصلا یک زندان مادی نیست، یعنی حقیقی نیست، آن یک زندانی هست که ما در قلب خود و در فکر خود می سازیم. خواستم امروز چگونه رها شدن از این زندان را همراه شما بررسی کنم. پیش از همه میدانیم که طرز آفرینش ما، یعنی پروردگار مایان را همین گونه آفریده است که خواهیم نخواهیم هم وقتی مردم از ما تعریف میکنن یا درباره ما سخنهای خوب میگویند، خیلی طبعمون بالیده میشود، از این خوشحال میشویم. و وقتی کی هم نباشد، وقتی درباره ما بدزبانی میکند، آزارمان میدهد. پروردگار همین گونه آفریده است و از این جایی گریز نیست. اما انسان ها به قدرت ایمان خود نگاه کرده و به شخصیت خود یا قوت شخصیت خود نگاه کرده، این سخنهای مردم را بعضی ها خیلی به آسانی گذشت میکنند، بعضی ها حتی پروا ندارند، اگر کمی غمگین شوند هم بعضی ها باشد تماما از گفته مردم افتیده میشوند و عموما به پای برخاسته نمیتوانند. و اگر درباره سخن مردم بگوییم، پیش از همه از قدیم این چیز بود. برای همین وقت در قرآن نگاه میکنیم، الله حتی به پیامبرش صلی الله علیه و سلم در سوره احزاب میگوید و تخشى الناس والله احق ان تخشاه. تو از مردم میترسی در حالی که پروردگار اولاتر است که از او بترسی. یعنی چرا از مردم میترسی؟ تو باید از الله بترسی. وقتی صحبت درباره ازدواج پیامبر با زینب دختر عمه‌شان می رود، یعنی این آیت دلالت می کند که حتی در زمان پیامبر هم ترس از گپ مردم و از حرفهای پشت سر مردم بود. و درباره منافقین الله می گوید یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. آنها از مردم خیلی می ترسند و از الله نمی ترسند. به خاطر مدارا با مردم، منافقین همیشه به پیامبر خیانت داشتند و با یهود مدینه یا با کفار مدینه همدستی میکردند که ما با شما هستیم. اینجا درباره مردم، یعنی حرفای مردم و گپای مردم که گپ از قدیم است، پس این چیز را میتوانیم بگویم یکی از قانونهای دنیاست. یعنی یکی از قانونهای زندگی من و شما در دنیاست که خواهیم نخواهیم هم ما زبان مردم را یا دهان مردم را بسته نمیتوانیم. اما چه خیلی گفتم، پروردگار همین گونه آفریده است که خواهیم نخواهیم گفته مردم آزارمان میدهد. و الله به پیامبر میگوید ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ما در حقیقت میدانیم ای محمد، قلب تو را تنگ میکند، غمت میدهد آن چیزی که مشرکین و کفار دشمنان اسلام درباره تو میگویند. ما این را میدانیم که قلب تو از این آزار مییابد. و در دوامش از قصه پیامبران به پیامبر صلی الله علیه و سلم پروردگار نقل میکند که باید از زندگی موسی و عیسی و دیگر پیامبران درس بگیریم که آنها هم خیلی از زبان مردم آزرده شده بودند. و وقتی ما میگوییم زبان مردم اساساً همون اطرافیان خودمان، برادران خودمان، شناسهای خودمان است و بعداً دیگر مردم ها. ولی عزیزان، در این مسئله، یعنی در مسئله این که چگونه رها شوم از گپ مردم، چیکار کنم که مردم پشت سر من، چه نزدیکانم باشن چه دوران، حرفی بد نزنن، از این راهی نجات نیست. از این راهی نجات نیست، چون همین مردم در حق پروردگارشان بدگویی کردن، در حق پیامبرشان بدگویی کردن و اللهی که آنها را آفرید گفتن ید الله مغلوله، دستان الله قلف زده است، او بخیل است. یا گفتن اتخذ الله ولده، پروردگار به خود فرزند قرار داد. که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ کسی صابرتر از الله نیست به اذیت مردم، که مردم به او تهمت میزنند که فرزند دارد، باز الله به آنها رزق میدهد، باز الله به آنها
در این دنیایش زمینش به گفت خودمون جای میدهد. یعنی مردمی که به خالقشان تهمت زدن، مردمی که در وقتش پیامبر را دروغگو گفتن، جادوگر گفتن، دیوانه گفتن، البته که در حق من و شما هم چیزی میگویند. و اینجا در کتاب های رقایق، یعنی در بعضی از کتاب ها زیاد قصه رو میارن که اگرچه در کتاب های حدیث سندش نیست، ولی همین قصه زیاد تکرار می شود که بار حضرت موسی به الله دعا میکنند که پروردگارا زبان مردم را نگه دار که در حق من بدگویی نکنند. الله میگوید ای موسی، من این را در حق خودم نکردم. یعنی من زبان مردم را، یعنی الله میتواند که زبان مردم را بسته کند و در حق الله کسی چیزی نگوید، اما الله این را به حالشان مانده است، اون هم برای امتحان مردم. الله میگه من این کار را در حق خود نکردم، مردم درباره من هم هرچی میگویند در حق تو هم کرده نمیتوانم. و از این قصه و از آیت‌های پروردگار به ما درسی هست که هر چی باشد، حتی پیامبر باشد، حتی بهترین خلق در روی دنیا باشد، شب و روزتان با عملهای خیر و در دوادوی برای مردم گذرد، هم الا کسی رو پیدا میکنید که در حق شما بدگویی میکند. یک نفر پیدا میشود که با زبان بدش البته شما رو آزار میدهد. برای همین حضرت شافعی یک شعر دارن، از اینکه قصه دراز نشود نگویم، میگویند من با این مردم چیکار کنم؟ اگر گپ زدم میگویند سرگپ است، اگر خاموش هستم میگویند این گنگ است، اگر غضب کردم میگویند این عصبانی هست، اگر بخشیدم میگویند این ترسو هست، و اگر قوت میداشت انتقام میگرفت. من هر چی کنم هم به آن مردم چیزی میگویند. و ریزاگی مردم این یک غایه هست یا یک هدفی هست که هیچ به دست شما نمی آید میگویند. یعنی امام شافعی میگویند بدانید که شما یک بار تمام مردم را اصلا از خود راضی کرده نمی توانید، چون مردم طبیعتشان گوناگون است. امروز وقتی با گفتی خودمون تبشان بالیده یا نسترین خوب دارن، از شما راضیان، فردا از شما راضی نیستن. امروز در حقتان خوب میگویند، فردا بد میگن. همه انسان ها این گونه، حتی اعضای عائله خودمون این گونه. برای همین نباید سخنهای مردم اگر از اهل بیت خودمون باشند، اگر از همسایه باشند، اگر از دوست باشند، از هر کی باشند هم ما را بیازارد، چون مردم همین گونه هست. یعنی قانون حیات این گونه است که مردم یکی غمگین هستند و یکی عصبانی هستند، یکی خوشحال هستند. به همون حالتهای دیگرگونی خود نگاه کرده به من و شما، درباره من و شما بگویم قضاوت میکنن، درباره من و شما قضاوت میکنن. و چیزی که اینجا حتما باید ذکر کرد عزیزان، گفتیم زبان مردم رو ما داشته نمیتوانیم. در حق پروردگارشان هرچی میگویند، در حق پیامبرانشان گفته بودند، در حق هر کسی که گفتم حتی معصوم مثل پیامبر بیگناه باشد هم مردم سخن کردن. ولی یک چیز رو ما میتوانیم درباره خودمون بکنیم، اون هم میتوانیم تا حد سخنهای مردم رو نادیده گیریم، تا حد نادیده گیریم. اینجا عزیزان پیش از همه باید بدانیم که زمان ما قبول کردیم که ما دهان مردم رو پوشیده نمیتوانیم. در این وقت ما باید یقین بکنیم که دهان مردم اگر گشاده هست به ما هیچ آسیبی نمیرساند. برای اون که ترس از سخن مردم بعضا در قلب ما اینقدر بزرگ می شود که جای ترس از الله رو می گیرد و ما به خاطر ترس از مردم از حق خود می گذاریم و خاطر ترس از مردم بعضا طرفدار ظالم می شویم. به خاطر ترس از مردم بعضا حیات خود را سیاه می کنیم. چقدر کارهای هست، چقدر پیشروی های هست، چقدر عمل های هست که ما مردم چی میگویند یا دیگران نکردن چرا من کنم، اگر من کنم خویشاوندانم چی میگویند گویان، ما آنها رو از دست دادیم. اما وقتی از دنیا می رویم یا وقتی مشکلی سر ما می آید، کجا هستن همان مردمی که دست ما رو بگیرن؟
یعنی مؤمن باید در قلبش ترس از پروردگار را بالاتر از ترس مردم بکند که الله میگوید والله احق ان تخشى، الله اولاتر است که از او بترسید. یعنی از ترس مردم کار نکنید، هر چیزی میکنید برای از ترس پروردگار بکنید. اگر مشکلی سر شما آمد، گرفتار بلای شدید، آن مردم به شما کمک نمی کنند، آن مردم به شما شفاعت نمی کنند. تاریخ همیشه شاهد است که چقدر انسانها را مردم به حالش رها کردن وقتی او به مشکلی گرفتار است. پس اولین راهی که ما با آن میتوانیم از این زندان نجات شویم و بگوییم من از گفته مردم نمیترسم، این که در قلب خود ترس الله را، آن ربوبیت پروردگار را از ترس مردم بزرگتر کنید. مبادای ترس از مردم مثل بوت در قلب ما جای نگیرد که ما هر چیزی که ترسی که داریم این مردم باشد و این فلانی باشد و این اطرافیان باشد. هر چیزی که الله از آن راضی هست، میدانید شما در حق هستید، نباید به خاطر مردم یک ذره از آن تنازل کنیم. همان روزی که به خاطر مردم از حق خود گذشت کردیم، دیگر زیر پا شدن ما شروع می شود، چون ما ترس از مردم را در قلب خود بالاتر از ترس الله قرار دادیم. و در مسئله یا گفتیم راه دیگری که می توانیم از این زندان نجات شویم، این بی‌پرواهی است که پیامبر هم در این مسئله به ما درس می دهند. وقتی مشرکان دشمنان پیامبر محمد را مذمم گویان شعر می نویسند، یعنی به جای اینکه پیامبر ستوده شده است میگن مذمت شده، پیامبر وقتی این شعر به گوششان میرسد میگن آخر آنها درباره من نه درباره یک مذمم دارند گپ میزنم، من که مذمم نیستم، من محمد هستم. یعنی می توانیم زبان مردم را محکم کرده که نمیتوانیم گوش خود را محکم کنیم. به بسیاری از گفته های مردم با گوش خودمان را کار کردن میتوانیم به آسانی عبور کنیم و این یک سهم یا گفتیم یک خنجر هم هست که به قلب همون بدگویان میزند. وقتی میگویند اهمیت ندادی، وقتی میگویند پروا نکردی، یعنی معنیش این است که تو همان نیستی که من به گفته تو اهمیت دهم. اصلا تو خیلی کوچک از آن هستی که گفته های تو مرا بشکند. میبینید که آن انسان اگرچه به شما وانمود نکند یا عیان نکند هم خیلی این ضربه سخت است. یعنی جزا و سزای بدگویان در اکثریت وقت میدانید یک بدگوی بیش نیست، هیچ قدر و قیمت نه در نزد خود دارد نه در نزد اطرافیان دارد. تغافل کنید، یعنی بی‌پروایی. خیر گفتمان میبینیم چی میشود. عزت و ذلت که به دست پروردگار است، او کاری رو کرده نمیتواند. چیزی دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انزلوا الناس منازلهم، شمایان مردم را به جایگاه خود نازل کنید، یا که مردم را هر یک نفر را به اعتبارش، به آبرویش، به شخصیتش نگاه کرده به جایش بمانید. در ما میگن به جایش بنشانید. اینجا وقتی که ما خیلی از گفته مردم ترسیدیم یا از یک نفری که الان که خیلی آسان است بدگویی و سیاه کردن از طریقه افیر و از طریقه یوتیوب و نمیدونم چیزهای دیگر، وقتی که از یک نفر خیلی ترسیدیم، پیش از این انزلوا الناس منازلهم، این گفته پیامبر رو به یاد آورید که همون انسانی که دارد درباره شما بدگویی میکند، چه از خویش و تبار چه از دوران، اصلا خودش کی است؟ منزلت او چی است؟ او چی جایگاه دارد؟ یک عالم در حق ما گپ زد، یک استاد گپ زد، پدر و مادر گپ زدن، این رو جدی گیرید. اینجا ما مشکلی داریم که این عالم در حق ما چیزی میگوید، اما یک نفر یاوه‌گویی که دهانش باز است و او نه در نزد جامعه قدر دارد، نه همچون یک شخصیت، از او بجز همون زبانش دیگر هیچ فایده یا ضرری به مردم نرسیده است، چرا از او بترسیم؟ یعنی اکثریت نفرانی که به شایعه مشغول هستند، به پهن کردن عیب‌های مردم مشغول هستند و ما وقتی میشنویم خیلی آزارمان میدهد. آنها رو فکر کنید که این انسان اصلا کی هست که من اینقدر از گفته او آزار شوم؟ اصلا این شخصیت کی هست؟
به چی برابر است؟ یعنی به اندازه ترس از سخن یک شخصیت منزلت او در قلب شما هست. وقتی از او خیلی از گپش ناراحت شدید، پس او خیلی در دل شما قدر داشته است. برای همین مردم رو وقتی میگویند و گفتن در یک معرکه درباره تو چند نفر سخنی بد گفت، اونها کی هستن؟ اونها که اگر درباره من گپی بد نزنن، حتما درباره خواهر من یا درباره خواهر خودشون یا درباره کسی دیگر بد زبانی میکنن. یعنی اونها شغلشان همین است. نباید پس بدگویی مردمی که هیچ قدر و قیمت ندارن، اونها هیچ پیشروی ندارن، نه در نزد پروردگار، نه در نزد جامعه، نه در نزد خودشان، یک آدم های عموما بد اخلاق یا گفتیم بیکار خوجه هستن، نباید ما را بیازارد. چیزی دیگر عزیزان، مسئله پیشروی هست. هر چی قدر که خود را، احترام خود را یا عزت خود را ندانستیم، هر چقدر که خود را پایان کردیم، مردم در چشم ما بالا شدن میگیرد. و البته آنهایی که در حقیقت جایگاه بالا دارند، با علم خود، با عمل خود، با اخلاق خود پیشروی کردن، آنها باید احترام خود را داشته باشند. اما چه خیلی گفتم، آدم های با احترام اصلا از پس بدگویی و بد اخلاقی و تهمت نمی شوند، چون ایمان آنها اجازه نمی دهد. اما آنهایی که هیچ پیشروی ندارند، زندگی آنها رو از اول تا امروز وقتی یک ورق میزنید میبینید که هیچ کاری حتی برای خود نکردن، برای فرزند خود نکردن، و ما آنها رو سخنشان رو میگیریم و مرا این گونه گفته است، خصوصا زنها این گونه گفته است، در حقم چنین گفته است، گویان غم میخوریم. پس اینقدر خود را بی‌قدر میکنیم، اینقدر نسبت شخصیتی خود به احترام هستیم که یک کدامی که از اول تا با آخر زندگیش همش پوچ و بی‌معنی است، سخن او اینقدر ما را شکسته کرد. یعنی وقتی سخن کسی ما را میشکند عزیزان، اون شخص اصلا کی هست که سخن او ما را بشکند؟ این فکر رو بکنید. برای اون که چه خیلی گفتم، بعضی انسان ها هستن یک نفری بی سواده که خود میشناسن در حقشان چیزی گفت، میگن 3 روز است که من درد سر هستم، 1 هفته میشود که در جایگاه خواب هستم. چرا؟ برای اینکه فلانی گپ زد. خیر فلانی چی هست؟ چی خونده است؟ چی کار کرده است؟ اصلا چی جایگاه دارد؟ نه هیچ، کسی او رو نمیشناسد. پس اینجا احمق کی است؟ یعنی کی است؟ همون نفری که به خاطر او 1 هفته خود را بیمار کند یا 1 چند ساعت فکرش را پریشان کند. پس عزیزان، باید با عملهای صالح، با عبادتهای آشکار و پنهان، با علم آموختن به خود جایگاه دهید. وقتی جایگاه شما در قلبتان بالا هست، به دیگران اهمیت نمی دهید. دیگرها مثل یعنی علل خصوص نفرانی که بد زبان هستند، چه خیلی گفتم هیچ حرمتی ندارند، سخنهای آنها به شما تاثیر نمی کند. اما اگر یک اهل علم، اهل حق، آنهایی که صاحب فراست و بصیرت هستند، در حقتان چیزی گفتن، باید قبول کنیم. اما یقین بدانید این گونه انسان ها شما را شرمنده نمی کنند، شما را تحقیر نمی کنند. اینها همانهایی هستند که پیامبر گفتن مؤمن مانندی به مؤمن مانند آینه هست. آینه تو را نمیشکند، آینه تو را تحقیر نمی کند، آنگونه به تو عیبت را میگوید که تو خرسند شوان آن را اصلاح میکنی. یعنی اهل علم، اهل فضل، اهل اخلاق، مؤمنان حقیقی اصلا یک مؤمن را با تحقیر کردن و با آزردن و با غیبت کردن و با تهمت کردن از پی اصلاحش نمیشوند. چون این گونه انسان های هم هستند، انسان هایی که از اسلام فقط برای بد اخلاقی خود استفاده میبرند، کسی را زیر پا میکنند، بی حرمت میکنند، بعد میگویند ما او را اصلاح کرده ایستادیم. آخر از کجا اصلاح میشود اونی که اینقدر تو درباره‌اش تحقیر و غیبت و بدنامی کرده؟ از کجا او اصلاح میشود؟ او از تو بدتر میشود و اصلاح نه. راه اصلاح کردن انسان ها از طریق تحقیر و تهدید و شرمنده کردن نمی شود. پس عزیزان، اینجا درباره بوته که در قلب اکثریت هست، اون هم ترس بزرگ از مردم، خوف شدید از مردم، حتی بیماری و حتی
از بحر هدف خود گذشتن، از بحر عملهای صالح گذشتن، از بحر عزیزان خود گذشتن، از بحر پیشروی های خود گذشتن که مردم اطرافیانم چی میگویند، در حالی که حق هستیم. و درباره نجات از این رو هم یک کمی مختصر باشد هم گفته گذاشتم، با امید اینکه این گفته ها تاثیرتان کند و زنهار که به فرزندان خود این رو بیاموزیم که فرزندم وقتی هدف داری از پی هدف شو، وقتی پروردگار داری از کسی نترس، وقتی خود را احترام میکنی دیگران احترام میکنن، اصلا از پی گفته و ناگفته و خاموشی و صدای بلند آدم های بی سواد نشو که آنها تو را فقط به نابودی میبرن. حتما باید اینها را به فرزندان خود هم بیاموزیم تا آن خطایی که ما در زندگی کردیم از ترس مردم و از ترس حرف مردم، فرزندان ما آن خطاها را تکرار نکنند. با امید آن که در پناه الله یگانه باشید و همیشه این گفته ها برای خود بنده هم برای شما هم یک درس در زندگی باشد. شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.